نگویی که من در این حالم. گویی که دوستت می‌دارم. این سخنانت مرا وادار میکند که پرواز کنم. تو باید گویی که من با محبتم برای این بچه شلاق آبدار زدم. باید گویم که با محبتم برای این بچه شلاق آبدار زدم؟ بله، همین طور. از کسی که به خوراکشم دعوت کرد و به جای نامعلومی برد دیگر چرا میتوان انتظار شد؟ انا اشتباهی من. در سری مادرم 1 تا 2 تا موی سفید بود. من لتینان بودم و با شمال رفتم. وقتی برگشتم دیدم که موی سفیدی سرش زیاد شده است. سپس محبسی شدم. وقتی رها شدم دیدم که تمام موی سری مادرم سفید شده است. اصلی ما زیاد مبارزه میبریم. نه تنها سربازانمون بلکه پلیس ها هم. تمام ملت برای صلح مبارزه میبرد. به دنیای ما خوش آمده. تو بهترش به اشاره هایت اهمیت بده. مایلش اهمیت میدیم. میدونی چی میخواهم؟ همین که طبوبتم تمام شد با دوچرخه همراه سوار شده بارخالته میگیریم و سپس هر جایی که چشممون دید به همان طرف میرویم. براستی؟ براستی؟ خیلی خوب میشود. من به شما حیرانم. اکا چرا شما در حجرتان نیستید؟ اپا جان سلام. اکا با من نمیگوید که چرا در حجره خوبتون نیستید؟ یلدزه مرا جنجال نکن، به این هم عصبهایم خرابند. در همه جا شما رو میکوبند، در همه جا. خوب جانم قماندان ما با امرته رفت و من باشم خواستم کمی هوای تازه بگیرم. شیشتم با اصلی انا. من درباره قماندانتون نمیگویم، درباره شما میگویم. میدونید که حالا طبوبت شما ادامه دارد. باور میکنید اکام توسط نردبانی احتیاطی بینو گریخته اینجا آمده است. یک مرد که کپا کلان گریخته است. کان این کار تماما خوب نیست. البته خوب نه. باز با نردبانی احتیاطی بینو عیب است. عیب. خوب مایلش حاضر می آیم. نه همراه می رویم. برخیز. ببخشید که به صحبتتون خلل رساندم. اکا شما باید خود حاضر به حجرتون برگردید. این طور نه. با ارو بچه انا با این. آخر یلدز رفتیم. تمام من خدا میشینم. خدایا توبه. شب